برای ساخت ایله، دندانپزشک ابتدا دندان آسیب دیده را بررسی می‌کند. سپس با بی‌حس کردن لثه و دندان، بخش‌های پوسیده یا آسیب دیده را تراش می‌کند تا دندان برای گذاشتن ایله آماده شود. این تراش باید دقیق باشد تا ایله به خوبی در جای خود قرار بگیرد. بعد از تراشیدن، دندانپزشک از دندان قالب‌گیری می‌کند تا شکل دقیق آن را ثبت کند. قالب به لابراتوار فرستاده می‌شود تا ایله مخصوص دو ساخته شود. در این مدت ممکن است یک پرکردگی موقت روی دندان قرار بگیرد. وقتی ایله آماده شد، دندانپزشک آن را روی دندان نصب می‌کند و مطمئن می‌شود که کاملاً اندازه است و به خوبی در جای خود قرار می‌گیرد. این کار باعث می‌شود دندان تو محکم‌تر شود و عملکرد